Hello, you're listening to the Golden Talk podcast from the Golden Lot HYCM team. Welcome to Golden Talk. به خانواده بزرگ HYCM خوش آمدید. سلام به شما همراهان گلدن تاک، خوش اومدید. این محتوایی که امروز داریم توسط تیم گلدن لات HYCM تهیه شده. بله و قراره با هم یه دوره کامل تحلیل فاندامنتال رو از صفر شروع کنیم. دقیقاً، حتی اگه هیچ پیش زمینه اقتصادی یا آشنایی با بازارهای مالی ندارید، نگران نباشید. هدفمون اینه که خیلی ساده و کاربردی پیش بریم. میخوایم ببینیم این تحلیل فاندامنتال که انقدر میشنویم، مثلا در مورد تاثیر اخبار روی دلار، طلا یا نرخ بهره، اصلا یعنی چی؟ و چرا مهمه که یادش بگیریم؟ خب توی این دوره قراره چی بگیم؟ تعریف فاندامنتال، تأثیر اقتصاد کشورها روی ارزها، شاخصهای مهم اقتصادی، واکنش بازار به اخبار و اینکه چطور میشه از اینا توی معامله‌گری استفاده کرد. این دوره برای همه خوبه، چه تازه کار باشید، چه تو بازار فعال باشید ولی رو فاندامنتال تمرکز نداشتید. یه نکته مهم، اگه دنبال اخبار لحظه‌ای یا تحلیل‌های روزانه هستید، حتما یه سر به کانال‌های تلگرام گلدن لات بزنید. گلدن لات نیوز برای اخبار هست و گلدن لات ویترین برای تحلیل‌های روزانه. خب، ساختار آموزشمون هم به صورت فایل‌های صوتی تقسیم بندی شده است. از مفاهیم پایه شروع می‌کنیم، میریم سراغ مفاهیم کلیدی اقتصاد، شاخص‌های اقتصادی و در نهایت ترکیبش با معامله‌گری. قول میدیم که همه چیز ساده، کاربردی و البته قابل اعتماد باشه. آماده اید؟ پس بزن بریم. خیلی خوب، میریم سراغ اپیزود اول. بازارهای مالی یعنی چی؟ سادهش کنیم، بازار مالی جاییه که پول رد و بدل میشه. برای چی؟ یا برای سرمایه‌گذاری یا برای معامله. مثلا خرید سهام یه شرکت، یا خرید و فروش طلا، یا ارزهای مختلف مثل دلار و یورو تو بازار فارکس. انواع مختلفی هم داره، درسته؟ بله، بازار سهام، فارکس، کالا، اوراق قرضه، حتی رمزارزها. اساس کار همشون هم خب عرضه و تقاضاست. کی میخواد بخره، کی میخواد بفروشه. و کیا تو این بازارها فعالن؟ خب بازیگرای زیادی هستن. بانک‌های مرکزی کشورها، بانک‌های تجاری بزرگ، خود دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، مؤسسات مالی و البته تریدرهای خرد مثل من و شما. و ربطش به تحلیل فاندامنتال چیه؟ تحلیل فاندامنتال کمک میکنه بفهمیم ارزش واقعی دارایی چقدره یا چرا اصلا قیمتش داره بالا پایین میره. جالبه. خب حالا میریم سراغ اپیزود دوم. تحلیل یعنی چی؟ فرق تحلیل فاندامنتال و تکنیکال چیه؟ تحلیل کردن یعنی چی؟ یعنی به جای شانسی عمل کردن، فکر کنیم و آگاهانه تصمیم بگیریم. تو بازارهای مالی 2 تا راه اصلی برای تحلیل داریم، تکنیکال و فاندامنتال. آها، تفاوتشون چیه؟ میشه با یه مثال ساده توضیح بدید؟ حتماً. فرض کنید میخواید یه مغازه موبایل فروشی رو تحلیل کنید. تحلیل تکنیکال مثل اینه که فقط به نمودار فروش روزانه مغازه نگاه کنید. ببینید کی فروشش بیشتر بوده، کی کمتر. ابزارش میشه چارت قیمت، اندیکاتور، خط روند و این چیزا. پس تکنیکال به گذشته قیمت نگاه میکنه؟ دقیقاً، بیشتر دنبال الگوها و روندهای قیمتی تا بگه کی ممکنه وقت خوبی برای خرید یا فروش باشه. خب حالا تحلیل فاندامنتال چی میگه؟ فاندامنتال میگه صبر کن. فقط نمودار فروش کافی نیست. بیا ببینیم اصلا چرا فروش این مغازه کم و زیاد میشه. شاید یه مدل گوشی جدید اومده. شاید وضعیت اقتصادی مردم بهتر یا بدتر شده. شاید یه رقیب جدید کنارش باز شده. یعنی به عوامل اصلی و ریشه‌ای نگاه میکنه. بله، فاندامنتال توی بازارهای مالی به عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخبار مهم نگاه میکنه. مثلا نرخ بهره، تورم، وضعیت اشتغالی کشور، سیاست‌های دولت و بانک مرکزیش. میخواد بفهمه چرا قیمت داره حرکت میکنه. پس یه جورایی مکمل همن. فاندامنتال میگه چرا و تکنیکال میگه کی. آفرین. بهترین حالت استفاده از هر دوتاشونه. ولی خب تمرکز ما توی این دوره روی فاندامنتاله، روی فهمیدن اون چرا. یه یادآوری کوچیک وسط بحثمون، این محتوا توسط تیم گلدن لات HYCM تولید شده.
اگر دنبال یه بروکر معتبر با پشتیبانی فارسی زبان و خدمات VIP هستید، میتونید HYCM رو بررسی کنید. تیم گلدن لات پشتیبانی ویژه‌ای برای کاربران این بروکر ارائه میده. آدرس تلگرامشون هست @HYCM فارسی. یادتون نره کانالای گلدن لات نیوز و گلدن لات ویترین رو هم دنبال کنید. خب ادامه بدیم. حتما. میریم سراغ اپیزود 3. اقتصاد چطور کار میکنه؟ نقش دولت و بانک مرکزی چیه؟ اقتصاد رو میشه مثل یه جریان دید. جریان تولید کالا و خدمات، مصرف اینا توسط مردم و شرکت‌ها و جابجایی پول بین همه اینها. چه چیزایی باعث حرکت این جریان میشه؟ خیلی چیزا. خرج کردن مردم، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و البته 2 بازیگر خیلی مهم که میتونن جهت این جریان رو عوض کنن. دولت و بانک مرکزی. خب، نقش دولت چیه؟ دولت با ابزاری به اسم سیاست مالی یا فیسکال پالیسی وارد بازی میشه. یعنی تصمیم میگیره چقدر مالیات بگیره و این پول رو کجا خرج کنه. مثلا ساختن جاده، مدرسه یا پرداخت یارانه ها. این کاراش میتونه روی رشد اقتصادی، بیکاری و حتی تورم اثر بذاره. و بانک مرکزی اون چی کار میکنه؟ بانک مرکزی یه نقش متفاوت و خیلی حیاتی داره. اون مسئول سیاست پولی یا مانیتری پالیسی هست. وظیفش چیه؟ کنترل عرضه پول تو اقتصاد، تعیین نرخ بهره، مهار کردن تورم و حفظ ثبات و ارزش پول ملی. نرخ بهره رو گفتید. این نرخ بهره دقیقاً چیه و چطور اثر میذاره؟ نرخ بهره هزینه پول به زبان ساده. یعنی وقتی شما وام میگیرید چقدر باید اضافه بر اصل پول پس بدید. وقتی بانک مرکزی نرخ بهره رو میبره بالا، وام گرفتن گرون میشه. خب این چه تأثیری داره؟ مردم و شرکت‌ها کمتر وام میگیرن، کمتر خرج میکنن. این باعث میشه تقاضا توی اقتصاد کم بشه و فشار تورم کاهش پیدا کنه. آها، پس برای کنترل تورم نرخ بهره رو بالا میبرن. روی ارزش پول چی؟ معمولاً افزایش نرخ بهره باعث میشه سرمایه‌گذاری تو اون کشور جذابتر بشه. تقاضا برای پول اون کشور بالا بره و در نتیجه ارزش پولش تقویت بشه. مثلا دیدیم که وقتی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره رو بالا میبره، دلار معمولاً قوی‌تر میشه. پس سیاست مالی و پولی خیلی مهمن. بریم سراغ اپیزود 4 که همین سیاست پولی و مالی رو به زبان ساده تر توضیح میده. بله، تو اپیزود 4 سعی کردیم این 2 مفهوم رو باز هم ساده تر کنیم. سیاست مالی همونطوری که گفتیم کارهای دولته. چقدر پول جمع کنه، یعنی مالیات، و چقدر خرج کنه، یعنی هزینه‌هاش. و سیاست پولی کار کی بود؟ کار بانک مرکزی. هدفش چیه؟ کنترل تورم، حفظ ارزش پول و کلاً سالم نگه داشتن چرخ اقتصاد. ابزار اصلیش هم گفتیم نرخ بهره است. ابزارهای دیگه‌ای هم داره بانک مرکزی؟ البته. یکی دیگه عملیات بازار باز یا OMO هست. یعنی بانک مرکزی میاد تو بازار اوراق قرضه دولتی خرید و فروش میکنه تا مقدار پول توی سیستم بانکی رو کم و زیاد کنه. یه ابزار دیگه هم نرخ ذخیره قانونی هست. یعنی میزانی از سپرده‌های مردم که بانک‌ها باید پیش بانک مرکزی نگه دارن و نمیتونن وام بدن. میشه یه مثال واقعی از تأثیر این سیاست‌ها بزنید؟ مثلا همین چند وقت اخیر بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو، برای مقابله با تورم بالا مجبور شد نرخ بهره رو به شدت افزایش بده. این کار باعث شد هزینه وام گرفتن تو آمریکا خیلی بالا بره، یکم رشد اقتصادی کند بشه، ولی خب تونست تورم رو تا حدی مهار کنه. اون تشبیه رانندگی که گاهی میگن جالبه. سیاست مالی مثل پدال گازه و سیاست پولی مثل ترمز. دقیقاً. و خیلی مهمه که این گاز و ترمز با هم هماهنگ باشن. اگه دولت با سیاست مالی بخواد گاز بده، خرج کنه و بانک مرکزی با سیاست پولی ترمز بگیره، نرخ بهره رو ببره بالا، ممکنه اقتصاد دچار مشکل بشه. هماهنگی خیلی مهمه. کاملا منطقیه. خب حالا که با این سیاست‌ها آشنا شدیم، میریم سراغ اپیزود 5. شاخص اقتصادی یعنی چی و چرا بازار بهش واکنش نشون میده؟ خب چطوری بفهمیم حال اقتصاد خوبه یا بد، یا این سیاست‌های مالی و پولی دارن جواب میدن یا نه؟ اینجا پای شاخص‌های اقتصادی میاد وسط.
پس شاخص اقتصادی مثل یه گزارش از وضعیت اقتصاده. دقیقاً. یه عدد، یه آمار، یه گزارش که وضعیت یه بخش خاص از اقتصاد یا کل اقتصاد رو نشون میده. مثل تبسنج که دمای بدن رو نشون میده. و چرا انقدر مهمن؟ چرا همه دنبالشونن؟ چون این شاخص‌ها مبنای تصمیم گیری خیلی‌ها هستن. بانک‌های مرکزی بر اساس اینا تصمیم میگیرن نرخ بهره رو تغییر بدن یا نه. دولت‌ها سیاست‌هاشون رو تنظیم میکنن. سرمایه‌گذارا و معامله‌گرا هم بر اساس همین شاخص‌ها پیش بینی میکنن که اوضاع قراره چطور بشه و تصمیم به خرید یا فروش میگیرن. چه نوع شاخص‌هایی داریم؟ خیلی زیادن؟ بله، تعدادشون زیاده، ولی میشه دسته‌بندیشون کرد. مثلا شاخص‌های مربوط به بازار کار، مثل نرخ بیکاری یا اون گزارش معروف اشتغال ماهانه آمریکا که بهش میگن NFP. NFP چی بود؟ Non-Farm Payrolls. نشون میده چقدر شغل غیر کشاورزی تو ماه گذشته ایجاد یا از دست رفته. خیلی شاخص مهمیه برای وضعیت سلامت اقتصاد آمریکا. بعد شاخص‌های تورمی رو داریم مثل CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده که میگه هزینه زندگی چقدر تغییر کرده. PPI یا شاخص قیمت تولید کننده هم هست. برای رشد اقتصادی چی؟ شاخص اصلیش GDP یا تولید ناخالص داخلیه. گزارش‌های خرده فروشی هم نشون دهنده قدرت خرید مردمه. شاخص‌های مربوط به سیاست پولی مثل خود تصمیمات نرخ بهره یا سخنرانی‌های رئیس بانک مرکزی هم خیلی مهمن. شاخص‌های دیگه هم هست مثل اعتماد مصرف کننده؟ بله، شاخص‌های مربوط به اعتماد و اطمینان مثل PMI که فعالیت بخش تولیدی یا خدماتی رو نشون میده، تراز تجاری، صادرات و واردات و یه سری داده‌های تکمیلی دیگه هم هستن. این شاخص‌ها رو کی منتشر میکنه؟ معمولاً نهادهای رسمی و معتبر، بانک مرکزی، ادارات آمار دولتی یا بعضی وقتا مؤسسات پژوهشی خصوصی معتبر. و سوال اصلی، چرا بازار انقدر سریع به انتشار اینا واکنش نشون میده؟ یهو میبینی قیمت‌ها کلی جابجا میشن. چون این اعداد به خصوص وقتی با پیش‌بینی‌های قبلی فرق دارن، انتظارات فعالان بازار رو نسبت به آینده تغییر میدن. یعنی چی؟ ببینید، قبل از انتشار هر شاخص مهمی، معمولاً یه پیشبینی از طرف تحلیلگرا وجود داره. اگه عدد واقعی خیلی بهتر یا خیلی بدتر از پیشبینی باشه، بازار غافلگیر میشه. مثلا اگه شاخص تورم CPI خیلی بالاتر از انتظار منتشر بشه، بازار سریع نتیجه میگیره که احتمالاً بانک مرکزی مجبور میشه برای کنترل تورم نرخ بهره رو بیشتر از اون چیزی که قبلاً فکر میکردن بالا ببره. این انتظار جدید بلافاصله روی قیمت ارز، سهام، طلا و تأثیر میذاره. آها، پس واکنش بازار به خاطر تغییر دیدگاه و انتظارات نسبت به آینده و تصمیمات احتمالی بانک مرکزیه. دقیقاً. بازار همیشه سعی میکنه چند قدم جلوتر رو پیش بینی کنه. خب فکر میکنم یه مرور خیلی خوب داشتیم روی 5 اپیزود اول. از مفهوم بازار مالی شروع کردیم، رفتیم سراغ انواع تحلیل یعنی تکنیکال و فاندامنتال. بعد دیدیم اقتصاد چطور کار میکنه و نقش مهم دولت با سیاست مالی و بانک مرکزی با سیاست پولی چی هست. و در نهایت فهمیدیم که شاخصهای اقتصادی چی هستن، چطور وضعیت اقتصاد رو نشون میدن و چرا بازار انقدر بهشون حساسه. کاملا درسته. این یه نقشه راه کلی بود. از اپیزودهای بعدی، یعنی اپیزود 6، میریم سراغ بررسی دقیق‌تر مفاهیم کلیدی، به خصوص نرخ بهره و تأثیراتش. عالیه، خیلی ممنون و باز هم یادآوری میکنم که این محتوا توسط تیم گلدن لات HYCM تولید شده. برای استفاده از خدمات بروکر HYCM با پشتیبانی VIP تیم گلدن لات میتونید با آیدی تلگرام @HYCM فارسی پیام بدید و فراموش نکنید کانال های گلدن لات نیوز برای اخبار فوری و گلدن لات وترین برای تحلیل های روزانه رو دنبال کنید. حتما با ما در اپیزود بعدی که در مورد نرخ بهره صحبت میکنیم همراه باشیم. تا اپیزود بعد موفق باشید. برتر جهان به انتخاب ویکی فیکس با 23 سال رگوله سی انگلستان بدون اخراج و بدون
اختار با پشتیبانی گلدلات، بهترین انتخاب ایرانیان. HYCM از 45 سال پیش در کنار شماست.